رو نمی آورد به خانه هیچ کس صاحب هنر. باغبان رزق خود از پشت گلستان می خورد. سلام و درود نیسارتان تماشابینان عزیز، باز هم در برنامه نوبتی استعداد آمدیم سراغ یکی از هنرمندان دیگر. آمدیم سراغ یکی از بانوهایی که بهر همگان گل می آفرند، بهر همگان زیبایی می آفرند و با آن زیبایی ها دنیا را رنگین می کنند. امروز در خانه سعادت طاهر و مهمان هستیم و اینجا چطوری که شما میبینید خانه واقعا یکی از خانه هنرمندان است. در هر گوشه خانه احساس می شود که در این خانه هنرمند زندگی می کند. در هر گوشه خانه احساس می شود که در این خانه بانویی هست که دستان او گل است. السلام علیکم، خوش آمدید به برنامه ما. و علیکم السلام، خوش آمدید. تو هم میکتم نوری دیدم. سلامت باشید. میگویند هنر و هنرمندی مثل افق به انتهاست. هنرمند به قلب هر یک انسان جای میگیرد. در کوچه، در بازار، در هر کجایی نباشد میگویند که هنرمند رو همگان میشناسند، قدر میکنند، زیرا که او هیچ وقت در هیچ کجا خار نمیشود. از این خاطر آمدیم امروز ما سراغ شما و پرسیدنی هستم این همه هنری که در اینجا است، این همه زیبایی که شما آفریدید، از کی شروع نمودید به آموختن این هنر؟ من آخر سالگی همه هنر رو آموختم. بسیار دوست می داشتم. این همسایه می رفتم که گلیم بافتسی می آمدم و آچیم گلیم بافت بودن، گلیم می بافتن، جل ورق می گفتیم، بعد ترمه می گفتن، ترمه می چندیم، بعد آچیم هم گلیم های یک تا شوهر کنیم بیدادن. ترمه چی است؟ حاضر ما ترمه گلیم قاغمه می گویم، گلیم قاغمه این خیلی می چینیم روشه، گل می بروریم. مشکل نیست، آسان است. نه، اگه کردم جدا هم آسان. برای هر نفری که واقعا کار رو میدوند آن کار مشکلی ندارد، زیرا الکی از زینه مشکلات گذشتند. میگویند دانا همیشه نادان رو میفهمد، زیرا که او نیز زمان نادان بود، اما نادان هیچگاه دانا را نمیفهمد چون او دانایی را هنوز تجربه نکرده است. برای همین به شما نیز خیلی آسان است. شما از کی آموختید این هنر رو؟ استاد من مادرم. این نفری که میبینیم مادر شما هستند، مادری بزرگوار. از چند سالگی به شما آموختند این هنر رو؟ من صنف هشتم بودم، صنف هشتم میخوندم. مادرم جوغ میزد اینجا بیتون، دل دخترای جمع میکردن، گرداشون میشتیم، قایچی میدادن، صوف میدادن، میبردیم با پیشانشتن جان من ماشینی مادرم، من همین ماشینی مادرم اشتما میدیختیم. مشکل نبود یا خودتان میخواستید، دوست میداشتید؟ چطور بود؟ یک بار دو بار یاد میدادم، میشه همین مهون خانم با که هست همین کار تیز خود میکردیم. گفتید دختران رو جمع میکردند. در اویله چند دختر بودید؟ مهون 7 دختر. همشان این هنرها را دارن امروز هنرمندند؟ یا خیلیشون دکتر، یا خیلیشون ساختمان کار میکنن، صنعت و خواندگی، همه هر هنر داریم. 15 هنر داریم. 15 هنر در یک اویله و بجز از آن 15 هنر این هنر همچو یک شوق است برای ایشان، همچو یک ذوق است که در خانه در وقتهای خالیگی این را اجرا میکنید. گفتید از مادرتان آموختید. مادر شما تا کی این هنر رو ادامه دادند؟ مادرم تا سن 100 سالگیشون هنر میکردن. بعد 1 سال بعد ما نموندیم. بچه بس کنید مادر جان کن، من ما یاد گرفتیم، همه هنراتون رو میدونیم میکنیم. همون بیان دلشون پر کنه اینجا آمده پیش من یک بار دوست کنیم میگفتم من بینم کنی تو من برین کار میتونی بینی. چه خیلی بها میدادن به هنر شما؟ من میدیدن که نغز راست دوختگی کج باشد میکندن، کن میگفتم ما میکندیم. نغز راست دوخته من دست مانم مادرم راست کرد.
گفتید از صنفی 8 شما الکی آغاز کردید به دوختن، چون در صنفی 8 مخصوصا دختران این یک سن و سال گذریش است، نمیخواهند به کار مشغول بشوند. شما در آن سن و سال چگونه بودید؟ که ما هنگل دختر بودیم باش حق یکدیگر کتی یکا با هم گرد میشتیم گرد خانه و توپ میدوختیم، یکا با هم میدوختیم و چیم با بازار برده فروختم. این زندگی همون هنر مادرم کتی پیش میبردیم. چی باعث شد گفتیم که شما هنرمند شوید؟ گفتید که مادرتان به شما آموختند و شما نیز دوست می داشتید دوختن را، آموختن را، و چون اینجا در پشت ما می بینیم، در پیش ما است، شما یک هنر نه تنها اگر بگویم قراقدوز هستید، شما تنها قراقدوز نیستید. در پیش من اینجا توقی است، اگر بگویم شما توقیدوز هستید، توقیدوز هم نیستید. همه اینها را چگونه شما در کدام وقت میدوزید یا این زمان فرمایش میشود و شما میدوزید؟ ها خیلی وقت فرمایش میشود، کلینتون زکس میکنم. من آخر سالی کار میکردم در سالن داشتم، سالن آرایش زنها، سالن سعادت. دورنا همون با من بیکارم نمیشتم، با هم خیلی هنر رو کرد، مردم رو میفروختم. مردم پنجگین هم منو میدونن، هنرهای من استفاده میبردم، میخریدم. تا حالی هست که هم پشت همونا من همه هنرهای یاد گرفتم. با این زکس کنی وای کرتید این کرتید، من همیشه آموختم، همونا به تیارگر میدادم. برای خوشحالی میجزار جان شما کاری که نمیتونستید آموختید؟ آموختم. واقعا چون ما نیز درباره ایشان پرسان شده، اکثریت همچون بانوی میشناسند که زیبایی آفر بودند، کاشانه حسن داشتند، زنان را زیبا میکردند و نفران دیگر همچون هنرمند میشناسند. به فکر شما هنرمند کیست؟ کی را شما همچون هنرمند میدونید؟ هنرمندم مادرم. برای شما هنرمند مادرتان است؟ مادرم یک تا قراقم نمیدوختن، نیمتنه میدوختن، با توپی میدوختن، یکا با هم میدوختن. همه هنرشان هست. کرتا میدوختن، با مردکا با بوریک مویزگی میدوختن. ما همون کس به نگاه کرده پیشا میشتیم. بسیار هنرم هم مادرم آموختم. بسیار خوب است. در این راهی که رفتید گفتید کاشانه حسن داشتید، هنرمند هستید، قراق میدوزید، کورپچه میدوزید و بالشت هم میبافید شما. و در کدام وقت خودتان رو موفق دانستید؟ من وقتی که کار میامدم با شکری بچه هم، شکری کلنکا میامدم که اقاتکان کرگی خانم رفتگی تازه اخورسندی من کلنم اچوش میچو میکرم چه بکی همین همه جا تازه آزاده دیگ زن دیوشو دوست همچون دخترم قبول میکرم میشتم. وقتی که خواب پیشتر باید 200-300 من همون هنرامو پیشبری میکرم. من وقتی که همین هنرامو سلام به کار میکرم همجا میدوختم، طلبات این چیزای من همون کلینتون با بسیار بود. میدیدن همشون میآموختم، میدیدم با خریداری میکردم. من از این هنران بالد خاطر میشدم. سلامت باشید. واقعا برای یک زن بجز از آنی که او در کجا کار میکند، چی کار است، چی وظیفه دارد، خوشی عائله او موفقیت بزرگ است و هر یک زنی که صاحب خانه، هر یک زنی که عائله دارد، فرزند دارد، در خوشی فرزندان خوشی خود را میبیند. امروز هنرمندی که کنار من نشستند اپای سعادت نیز میگویند بجز از آنی که من همه زیبایی ها را میآفرم، زمانی به خانه میآیم کلین های خود را میبینم، فرزندانم را میبینم، خود را باز هم خوشبخت‌تر احساس میکنم. خود را میگویند باز هم موفق‌تر احساس میکنم که بجز از هنر من عائله سالم دارم. هر نفر باید عائله سالم خود را داشته باشد و چون شما گفتید 3 تا کلین دارید، 3 تا کلین. کلین های شما این کسب را، این هنر را آموختند، ادامه میدهند یا شوق ندارند؟ میدارم، میبافم، دونم میشنونم، میبافم و یاردم میکنم، گل من چقاشم میشنونم، گلزانده میتیم، کمک رسان هستند به شما. و سالهای 2019-2021 رو نیز همچون سالهای رشد سیاحی دهات و هنرهای مردمی سروری دولت اعلان نمودند برای آنه که انا همین هنرهای نیاگون از بین نرود. برای احیای دوباره این هنرها آن سال را اعلان کردند و
از نگاهی اکثریت در پرسش ها اکثر جوانان میگویند این هنرها لازم نیستند. برای مثال همین قراق و انا همین چیزی که برای گل عروسان است میگویند امروز این با ماده با استیل یا موافق نیست، توغری نمیباید. نگاه شما چی است؟ همچون هنرمند شما چی فکر دارید که این لازم است، ضرور است یا اینکه نه؟ البته لازم است. وقتای پیش وقتای ما بهم خیلی نبود همون وقتا. بعد من جناب عالی امام علی رحمان برای مهم برای زنها همه خیلی هنرای برگشته زنده کردن. مهم جدا هم زنها خرسان شدیم. هر برآمدشون گوش میکنم برای زنها سخنای نظم میگه. ما میفخریم که همه خیلی جناب عالی داریم. واقعا اعلان شدن سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی این یک احیا بود، یک زنده سازی هنر و همه آن چیزهای قدیمه تاجیکان بود که قریب بود از بین برود این چیزها. چون در نزد من این برای سلام دادن گل عروسان است. هر دوی همین را شما در چقدر وقت میسازید؟ برای اینها چی لازم است؟ اینا من همین چیزا همیشه من میخرم. من اینو همیشه میخرم. کارتوناش خودم هست میسازم، کلی میکنم، پشتوش میدوزم، میچسبونم کلی نکتی. این برای گل عروسان چه خیل آنها طبق درخواست خودشون میدوزید؟ از کدام رنگ یا آرایش‌ها؟ همون شکل اونا که لباس کردن زیادی لباساشون میبیارن، من همونا به همه خیل میگن اونا من تیار میدیم. خیلی خوب است. و از همین رنگ تاقی هم هست. تاقی هم هست. این هم برای همون گل عروسانی که موافق لباس خودشون درخواست نمودن. اینجا ماشینه مادرتان، ماشینه درزدوزی مادرتان در نزد ما است. امروز کار میکند؟ شما با همین ماشینه کار میکنید امروز؟ با همین ماشینه همه چیز میتویسم. مشکل نیست چون ماشینه خیلی قدیمه است. این همین 40 سال زیاد شدگی، قریب 60 سال میشه. و این در نزد ما چیز دیگر است. میخواستم درباره این حرف بزنید. چی نام دارد؟ برای چی است؟ این دیگه در پرتویا کمی شد، من روی استالوبا پرتفته شدم میشه. این رو در چقدر وقت میبافید؟ از چی میبافید؟ این رشته های این رسیه بچه‌ام فرستنده بودن که اگه یگان تور میکنین می یگان چیز میکنین. من گرفتم همین خیلی 4 تا 5 تا کرد با یک چنین نگاه موندگیش با فروش دادم. این رو اصلا از رشته هایی که برای بافتن ژینفیر هر چیزی دیگر هست از همون هم میبافند اگر خطا نکنم؟ همون هست. آن رو با چی میبافید؟ با بگیز سیم میبافید. انا همین در چند وقت چند ساعت تیار میشود؟ اینو من یک کنیم روز بگویم که بافتم. در وقت خالیگی؟ در وقت خالیگی میبافم. خیلی نفیس است، زیبا است. آرادهنده هر خانه تاجیکان است نقش و نگار. تماشابینان عزیز، بار دیگر یادرس میشویم که شما برنامه استعداد را تماشا دارید از تلویزیون سیما. مهمان امروزه ما باشند یکی از بانوهای هنرمند شهر پنجکند هستند، از سعادت طاهری یا خود سعادت طاهری و که قراق میدوزند، تاقی میدوزند، برای گل عروسکان هر گونه جهاز آماده میکنند و چطوری ما میبینیم در نزد ما باز رسم ها هست. درباره این رسم ها حرف بزنید. آنها نیز کاری دستی هستند. اینا کار دستی هستن، کار شاگردام. شما شاگرد هم دارید؟ شاگردام هستن. این کار همونا حاضر مهمانا میبین. اگر که این طور است مهمان ها رو انتظار میشویم و تا آمدن مهمان ها درباره شاگرد آماده کنی شما حرف میزنیم که شما کی ها رو همچون شاگرد قبول میکنید با آنها هنر میآموزید؟ من همین گذرامو هستم، با نبیروهای خودم هستم. همونا وقتی مکتب تحصیل تمام میشه همون وقت دخترچه ها میرن 10 تا 15 تا من همینجا هنر میآموزم. همونا در زمان تعطیل در خانه خودتان با آنها هنر میآموزید. سالهای اخیر همین آمدن دخترکان کم شده ایستاده است یا اینکه زیاد به نزد شما؟ اکن طلبکار حاضر دخترچه یاشو حاضره و یک خیلیش هست، یک خیلیش تلفنشون که میبینم. من میگم که تلفن نبرید تا بچه وقتی خیلی بازه هنر آموزید تا آینده و خودتون و در کار میشود. و در نزد من چیزی عجیب دیگر است. در اینجا سکچه است. این سکچه. این را شما از چی طور آماده کردید؟ اینو من همین عجیم پرویی که کوینه
راستی گپ نولازم هست همین چیزایی میگیرم و همه خیلی شکچه خرسچه اپالتونچه ها میسازم همه چیز همه چیز میسازم. در داخلش چی است؟ دونه این پخته است؟ یعنی این گوشکاش عینی گوشکای پالتو هست که نمی پرتم همینه اینش اتگمه های همه پالتو نو استفاده میبرم. واقعا هنرمندی همین است، هنر داشتن همین است که از هیچ چیزی بسازی، از یک چیزی نالازم انا همین گونه یک اسباب بازی خیلی زیبا که هم مطمئن هستید این به کودکان هیچ ضرر ندارد، پلاستیکی نیست این و یا چیزی دیگری نیست، همه از آن چیزهایی هست که در خانه از کاغذ نیست بله و هم زیبا است، برای ایستادن در خانه هم زیبا است، برای بازی کردن هم خیلی زیباست. و در نزد ما درخت گل هم هست اینجا. این درخت رو برای چی کی آماده کردید شما؟ اینا دیصد به زکس کردن و همون من تیار کردم برای بخچه‌های بچگانه. در چقدر وقت تیار می شود؟ اینا من 2 روز تیار کردم. اینا با مورش بافدم و چمچقهاش و یواش هست. من خانی نانه هست این چمچقه مور هم کتاب فرامد هست همه چمچقه. اینا یک افسانه یک افسانه تیار کرده میگه من چیزی تیار میکنم. پیشی بخور. درختی بخور. این کورپچه است، کورپچه قروق. همین طور؟ همین طور. بیا درباره همین حرف زنیم چون من میدانم هر قروق نام دارد. میگویند همین کورپچه های قروق یا نقش قروق نام و به خود قصه دارد. این رو شما چطور آماده کردید؟ این قروق دست این مادرم. کاری دستی مادرتون است؟ دست کاری مادرم. یادگاری ماندگی به من همین. این رمزی بهار نشان میتید. رمزی بیرق نشان میتید. مادرم زنی بسیار زیبا بودن، هنرمند بودن، همه کارو میتونستن، مهم میختن. من همینم مهم مادرم هم یاد گرفته با مهمم میتوام میتونم. من ایناش عینی قروقای دست خودم اینا میدوزی. من ماشین مادرم که من همه هنر قروق میدوزم. چی میلقابه میدوزم قروق. روی مالچه‌های قروق میکنم، گردش به تور میبافم. و این کاری دست مادرتون رو همچی یادگاری نگاه داشته اید؟ هر باره که به همین قروق مادرتون دوخته می نگرید چی به خاطرتون می آید؟ یادی کدام لحظه ها می کنید؟ مادرم دیسم می بیان. مادرم سر زنی هنر یاد دادگاه ها شد. می بینم که اوچه کم شب می بینم که ما می خیزیم که حالا اوچه ماشینه کرسیم دوخته شدیم. او مادر جان خوره بید استو بچه تا همین کارشون بود نکردن خواب نمیر همین نسخه چخیل میبرد گلاش چخیل میبرد میگفته مامانم همین گپای مادرمو دویشم همین خیلی مامانم تا وقتی گل که برآمد بعد ما آرام خامیریم دلمو تیز میشه. هنرمند همان وقت آرام میگیرد که ببیند نتیجه کارش خوب است. و اینجا مهمانان رو پذیرایی میکنیم. بیایید از شاگردان شما درباره این هنر حرف بزنیم که چطور به آنها آموختید، چه مشکلات را برایشان آسان نمودید. ادامه برنامه استعداد است و مهمانان ما نیز اینجا در نزد ما حضور دارند. شما را نیز به برنامه خوش آمدید میگوییم. چطور گفتیم همچون شاگرد شما هنر را آموختید، امروز خودتان بافنده هستید، دوزنده هستید. بیایید درباره همین هنری شما حرف میزنیم که این چی هنر است، شما چی بافته ایستادید، برای کی میبافید آن را؟ شکر مادرم که این همش هنرهای برای مهان یاد دادگی مادرم است. مهان دستگیری کردگی اولش مادرم هستند که میگفتن که برای زن 40 هنر کم است، حاضر برای زن 100 هنر هم کم است. دویم استادم این کس اپای مهربانم کایوان و زنم هنرمندم بهترین اپای من هستن. همین هنرها رو برای مهانم آموختگی هستن. ما این هنرها رو من برای فرزندام و برای خیش و تبارام و برای طلبه ها آموختیم. این بهترین است برای همه مهان. چی بافته ایستاده؟ اینجا در دستی من توری بالیست است که این را برای من این عروسان می دوزیم، برای لوله ها، پیش لوله ها و
من این جانب من اینها با دست روی مالچه ها میدوزیم آرایشی تمام این چیزهای کلین چکانه میدوزیم. محصولات رو از کجا میگیرید؟ این رشته که اینجا هست از کجا میخرید؟ محصولات رو از مغازین میگیریم. از همین مغازین های شهری پنجکین میگیرید؟ از شهری پنجکین میگیریم. یک تا همین بالشت چقدر وقت شما رو میگیرد برای بافتن؟ یک تاش یک روز وقت میگیره. باز میشود که بهترین کره دوزید سر منچاق سر گول کره دوزید 2 روز میگیره. با یخیلوش در یک روز دوخته میتونیم. این رو هم از روی فرمایش برای گل عروسان شما میبافید؟ البته. شما از کی باز بافنده هستید؟ من 10 سال شد این رو میختم. مشکل نیست بافتنش؟ نه بعد از اون که اینها رو آموختید برای شما مشکلی نداره، چون که این برای همه ما نوع دهان است، بهترین است. سپاس و بگذار که همین هنر شما ادامه داشته باشد. شما نیز شاگردان زیاد رو تربیت بکنید و توانید که هنر نیوگان رو دوباره زنده نموده و در همه خانه های گل عروسان همین گونه زیبایی ها رو بیافرید. در دست من باشد اینجا رسم هست. اگر ببینید فکر میکنید این رسمی است که گرفته شده است توسط صورتگیر، ولی این کاری دستی است. نفری که این هنر رو دارند در نزد ما هستند. شما نیز خوش آمدید. تشکر. این رسمی که در دست من است چی نام دارد؟ در این رسم طبیعت زیبای تاجیکستان تصویر یافته است. درخت است، کوهسار است، سبززار است، گندمزار است. اولا رزق مردم تاجیک گندم است و آنجا گندمزار است. هنر آموز که از هنرمندی در کشایی کنی نه در بندی. زنان تاجیکستان، مادران تاجیک از قدیم ایام مردمانی با هنر بودند و با هنر میمانند. چنانه که ما میدونیم در محله ما خاله سعادت یکی از بهترین زنهای هنرمندی گذری ما میباشند. ما با این زنی هنرمند و مشفق و غمخوار خیلی فخر میکنیم. خاله سعادت در این محله و بسیار زنهای ما کسب هنرهای گوناگون را میآموزانند. نقش رو چگونه روی این میآفرید؟ چطوری میبینیم اینجا شما با روشکه یا چیز دیگر این نقش رو نکشیده اید؟ چطور میبافید؟ این نقش هایی که من میدوزم اولا این رو متای مخصوص دارد برای این، همچون این چارخانه دارد. با قلم من این رو با شماریده به 10 کتکچه میکشم با قلم. اولا در کامپیوتر این نقش رو من تصویر میسازم، در کاغذ میگیرم، بعد این متا رو گرفته در آن با 10 تا کتکچه جدا میکنم و آن را باز با رنگ های هر خیله، رشته های هر خیله میدوزم. وقتی که کسی میبیند هیچ کس گمان نمیکند که همین دخترهای من این رسمی گرفته است. بله واقعا چنین است. وقتی که من با این هنرم با بعضی از آدمان مراجعت نمودم، آنها قدر نکردند این هنری مرا، یا اینکه باور نکردند که این هنری دستی من است. پس از این من این رو یک طرف گذاشتم و دیگر به این کار تماما دست نزدم و من به فکرم میفهمند همون آدم هایی که این هنری مرا قدر نکردند. و من این محصولات رو، رشته ها رو، متا رو یا از سمرقند یا از دوشنبه خریداری میکنم. بعداً به غیر از این هنرها من هنری دوزندگی، برندگی نیز دارم. در محله ما بسیار زنها به این کارها مشغولند. دوزندگی، برندگی از دستشان میبیاد. هنرهای کرپ دوزی دارند، بافندگی دارند. و من تشکر خود را به حاکم شهر میرسانم که هنرمندان را دستگیری میکنند. به جناب عالی تشکر خود را میرسانم که هنرمندان را خیلی قدر میکنند. و از حاکم شهرمان احترامانه خواهش داشتم که اگر علاجش می بود به محله ما که از زنهای هنرمند خیلی بایست و آنها یک جای رو معین رو به ما می دادن تا اینکه هنری خود را صیقل می دادیم و زنهای ما بیکار نمی گشتند، دخترهای ما بیکار نمی گشتند و به کار مشغول می شدند.
تشکر. ما نیز امیدوار هستیم که برای همه زنهای هنرمند یک مکانی علاوه تشکیل میدهند تا هنرمندان در آنجا جمع آیند، جوانان و نورسان را هنر بیاموزند و توانند همه گل دختران را با وجود آنی که آنها معلمه هستند، دکتر هستند و یا کاری دیگری میکنند، هنرمند نیز بگذار باشند، چون هنر داشتند به همه زیبنده است. هر یک زن خاندان باید هنرمند باشد تا فرزندان دختران خود را تربیت دهد، به آنها نیز این هنر را بیاموزد، همچو یک شوق بگذار باشد، همچو یک ذوق باشد. با وجود کاری دولت همگان میتواند به این کار مشغول بشود. شما همچون هنرمند به همه جوانانی که میخواهند هنرهای قدیمه را بیاموزند چی مصلحت میدهید؟ چی گفتنی دارید؟ من گفتنی هستم که جوانا تلفن بازی نکنن، کامپیوتر بازی نکنن. منم خیلی بیام و هنرامو می آموزیم، یاد گیرن آینده خودشون رو در کاری چیزی. تشکر. شما چی فکر دارید؟ فکری منم همین فکری همین کس است که همین فرزندان آینده به هنر شوند، هم خوانند هم معلومات هم گیرن، با این هیچ وقت از این چیز فریب نمیخورن. آینده به این چیزی بسیار مهم است. و شما چی گفتنی دارید؟ من گفتنی دارم به جوانانی حاضره که به دختران خصوصا که بیکار نگردند، بهترش به هنر آموزند، به نزد مادران بیایند، به نزد هنرمندان بیایند، یک هنر را یاد گیرند، برای اینکه بسیاری جداشوی عائله ها، ویرانشوی عائله ها ممکن از سبب بیهنری آنها باشد، بیکارگردی آنها باشد، برای اینکه بر یک عائله دیگر میروند از سبب آنکه آنها هنر ندارند، جای کار ندارند، زین سبب آنها جدا می شوند. اگر آنها در دست هنر داشته باشند، ممکن به هنری خود یک هنر آموخته ریسک خود را می یابند اولش. برای همین به جوانان، به گل دختران گفتنی هم که هنر آموزند. ما نیز میگوییم که هنر بیاموزید، زیرا چطوری گفتیم هنرمند در هیچ دور و زمان در هیچ جا خور نمی شود، قدری و همه وقت همان است که هست. چطوری که میگویند طلا اگر در لای هم بیفتد در آب هم بیفتد همون طلای خالص میماند، زیرا که او واقعا همان است، چیزی نیست. اکثر جوانان امروز دختران واقعا چطوری گفتید از آنی که در خانه میشینند، بیکار مینشینند و هیچ هنری ندارند، بین همون اهل عائله شوهر جنگ میکنند، نزاع میکنند و اکثریت ویرانشوی عائله ها میگویند از بی‌صبری و بی‌طاقتی گل عروسان است. اگر به کار مشغول باشند هیچگاه فرصتی نمیشود که عیب همدیگر را بجویند، با همدیگر مناقشه بکنند. عزیزان دل، شما نیز بیایید هنر بیاموزید، بیایید هنرمند باشید، بیایید از آن نفرانی که هنری زیبا دارند کسب می‌آموزیم. هم می‌توانیم نان خود را با این وسیله پیدا بکنیم، هم می‌توانیم برای اهل عائله خود حداقل زیبایی بیاوریم و خانه خود را با دستان خودمون زیبا بکنیم. این بود برنامه نوبتی استعداد که مهمان ما بودند هنرمندان شهر پنجکین، خیلی زنهای هنرمند، زنهای زیبایی آفر و در فرجام باشد آن همه چیزی که در پشت ما است یکایک به شما اطلاع می‌دهیم و تا برنامه‌های دیگر با شما خداحافظی میکنیم. خیر. این ریموچی که روی میزبه پرتایی برای زیبایی روی استال با خیلی که روی این با یک تا گل میمونی، چوینگ میمونی میاکتونمی برای زیبایی روی استال. من این یک بند، این برای دوماتو میونشون رو میبندن. این برای چمیلق، برای گل عروسان. گل عروسان دوماتو روی چمیلق بالا کش میبند. من این مچالکا برای همو جواب بچه ها با پیشی دونش بخواه دیگه با صابون از این رشته های زیادیش من نه پرتامو همه خیلی چیزها بافیده بعد میبافم. من این لختکچه ها هست برای دیست ها میمونی. من این موسیقی ها هست با رنگش چون یک پیشک و بخملاکتی دوختگی من این تگاهاش من این هنر دستی خودمی بافیدگی کرپچه من اینجا شبکچه ها میبوکم برای دخترچه ها، نیمتنچه ها. این بالشت ها هم بافته است. این بالشت ها هم اینا بافیدگی خودم هست. بیشترش یخیل این برای عروسا میبوکم. من اینش حاضر زمان روی مالچه هایی که من حاضر زمان و کروگلی
کوردلی برآمدگی این نو برآمد که ها اینو با دستشون به هم یک تا تگه چکتیت تلزمی سر ترکتی